درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 3 مارت. دادستان کلی تاجیکستان گفته است اکثر تاجیکانی که به سوریه و عراق رفته به صف گروه افراطی دولت اسلامی پیوستند پیروان رویه سلفیه هستند. یوسف رحمان روز 3 مارت در نشست مجلس ملی گفته است تقریبا 1100 شهروند تاجیکستان در جنگ ها در خاور میانه شرکت می کنند و سال گذشته 147 نفر آنها از کردهشان پشیمان شده به تاجیکستان برگشتند. خبرگزاری آزیا پلوس از قول دادستان کل نوشته است 85% آنهایی که به سوریه و عراق رفتند ضمن مهاجرت کاری در روسیه به دام گروه‌های افراطی افتادند. مقامات تاجیکستان میگویند بازگشت جنگجویان تاجیک از سوریه و عراق میتواند برای امنیت ملی کشور خطر ایجاد کند. دولت امریکا گفت بازداشت و مصادره هروئین، تریاک، افیون سال 2015 در تاجیکستان به طور چشمگیر زیاد نشده است، هرچند حکومت عهد داده است که مبارزه با قاچاق را سخت‌تر می‌کند. وزارت امور خارجه امریکا روز 2 مارت با نشر گزارش سالانه درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشورهای جهان گفت قاچاق مقدار زیادی مواد مخدر افغانی از طریق تاجیکستان به روسیه و اروپا با مساعدت مقامات رشوه‌خوار انتظامی صورت می‌گیرد. با وجود این تاجیکستان سال گذشته نظر به هر کشور دیگری آسیای مرکزی مواد مخدر زیادتر مصادره کرده است. سال گذشته مقامات تاجیکستان از قاچاقبران بیشتر از 5.5 تن افیون، هروئین، تریاک و دیگر انواع مواد مخدر را گرفتند. مقامات پاکستان اعتراف کردند که رهبران طالبان افغان در آن کشور زندگی می کنند. سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بین المللی، در یک همایش در واشنگتن روز 29 فوریه گفت رهبران طالبان افغان و خانواده هایشان در پاکستان از بعضی از امکانات و از جمله خدمات طبی بهره مند هستند و به همین دلیل پاکستان روی آنها نفوذ دارد. بیانیه سرتاج عزیز در آستانه مذاکرات صلح احتمالی میان حکومت افغانستان و طالبان صدا داد که قرار است تا 2 هفته آینده شروع شود. حکومت پاکستان در گذشته پیوسته انکار میکرد که رهبران طالبان در آن کشور حضور دارند. یک مهاجر جوان تاجیک در شهر مسکو بیشتر از 5 میلیون روبل فراموش کرده یک شهروند روسیه را برگردانده است. شهرزاد نصراللهیف ساکن شهر پنجکند روز 2 مارت به رادیوی آزادی گفت سمکه را با 520,000 روبل روسی معادل بیش از $7,000 در محل کارش در فروشگاه ریال گیپرمارکت در مسکو پیدا کرده است. ها در عربچه تلشکا میگن در درون همین فراموش کردن. البته که این پولی کم نیست، آنها خودشون بازگشتن. من آنها را منتظر بودم، نگاه کردم این مغازه به آنها آمدن، بعد پول را دادن. 10-15 میلیت مینداری بیان کردن. کدام میلیت پرسید و من تاجیک. مسئولان فروشگاه ریال گیپرمارکت و رادیوی آزادی گفتند شهرزاد جوان پاک وجدان است، چون هر کس چنین اراده دارد که از بهر 5 میلیون روبل بگذرد. و در آستانه جشن نوروز در شهر دوشنبه محفل شعر گلرخسار صفی و یکی از ادیبه‌های معروف تاجیکستان برگزار می شود. گلرخسار به رادیو آزادی گفت محفل شعر در دایره نخستین همایش شاعران کشورهای حوزه نوروز برگزار می شود و در همایش گیمن نوروز را که او نوشته و آوازخوان معروف سید قل بلال آهنگ بسته است معرفی می کنند. با گفته گلرخسار او برای نوشتن این گیمن جشن فارسی زبانان که بین المللی اعلان شد 3 سال صرف کرده است. نوروز را در تاجیکستان روز 21 مارت تجلیل می کنند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.